را حلال بداند یا بالعکس حلال خدا را حرام بداند، این شرک است. بعد از آن در این آیه اینجا بحث جهاد شروع میشه و مشروعیت جهاد. این آیه اولین آیه هست به قول بعضی از اهل تفسیر، اولین آیه هست که در این آیه اجازه جهاد داده شد. علامه آلوسی نوشته هی اول آیت نزلت فی القتال بعدما نهی عنه في نيف و70 آیه على ما روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس. حاکم از ابن عباس نقل کرده بعد از 70 خورده آیه که خداوند من کرد از قتال، تشویق و ترغیب داد به صبر، به تحمل. بعد از آن اولین آیه‌ای که اجازه جهاد داده شد همین آیه هست و در این آیه الله عزوجل ابتداء دو چیز را ذکر می فرماید. یک، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از بندگان مؤمن خودش دفاع می فرماید. دفاع از اونها اینه که به اونها اجازه میده جهاد کنند. دوم، ان الله لا يحب كل خوان کفور، هر اون انسانی که خائن و ناسپاس باشد خدا او را دوست ندارد. کل خوان کفور کی هستند؟ به قول صاحب جلالین هم المشرکون، اینها مشرکین هستند. چون که خداوند از مؤمنین، از مظلومین، از ان الله یدافع عن الذین آمنوا، از مؤمنین دفاع می کند و چون که مشرکین دشمن خدا هستند، خوان و کفور هستند، هم خائنند هم ناسپاسند، لذا اجازه جهاد داده میشه. بنابراین اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه داده شده برای آنهایی که یقاتلون، با اونها جنگ بشه. چرا این اجازه هست؟ بانهم ظلموا، به دلیل اینکه، به سبب اینکه آنها مورد ظلم واقع شدن. ببینید بارها خدمت شما این نکته گفته شده، تاکید هم شده که علت مشروعیت جهاد دفع ظلم هست، انتقام مظلوم هست. از اینجا همین معلوم میشه علت جهاد این نیست که ما بیاییم و کافران را مسلمان بکنیم، نه. هیچ اسلامی به اجبار در کار نیست. اصلا این اسلام، ایمان نه مطلوب خداوند است نه مورد قصد و هدف ما مسلمانان. به چه درد میخورد کسی که او را به اجبار مسلمان بکنی؟ او بالاخره اگر ظاهر چیزی بگه ته دل، ته قلب، به هیچ وقت نمیشه با زور شمشیر کسی را وادار به ایمان و اسلام کرد. لذا اصلا فلسفه جهاد این نیست که همه کفار بیان مسلمان بشند، نه. مسلمان میشند با دعوت، با توجیه، با دلایل. اما جهاد برای این هست که اینها ظلم کردند، دیگه جلوگیری بشه از ظلمشان و انتقام ظلم دیروزی. چون مسلمان مظلوم واقع شد، در مکه چقدر شکنجه دادند، از مکه جلاوطن کردند، بیرون کردند. لذا به خاطر این انتقام جهاد مشروع هست. پس اصل علت مشروعیت جهاد چیه؟ دفع ظلم و انتقام مظلوم. اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شده برای کسانی که یقاتلون، جنگ میشه با آنها، بانهم ظلموا، بسبب اینکه آنها ظلم شدند. چی اجازه داده شده؟
القتال، اجازه قتال داده شده. حالا خداوند تعالی خودش قادر هست که چیکار کند؟ دشمنان را مغلوب کنه، شکست بده، از بین ببره. اما اینجا به کی اجازه داده؟ به مسلمانان اجازه داده تا اینکه اونها را مورد آزمایش قرار بده. و ان الله علی نصرهم لقدیر، همانا الله بر نصرت اونها، یاری اونها قادر هست. الله میتواند اونها را نصرت کند. اما اینها کی هستند؟ اینهایی که بانهم ظلمو، مظلوم واقع شدند و خدای تعالی اجازه داد که اینها بجنگند، اینها جهاد کنند. الذين اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، آنهایی هستند که اخراج شدن، مظلومانه بیرون کرده شدند از دیارشان، از خانه و کاشانشان، بغیر حق یعنی بدون دلیلی که استحقاق اخراج را داشته باشند. بغیر حق بغیر وجه یستحقون الاخراج، هیچ دلیلی نبود که اینا را اخراج کنند، بدون دلیل اونها را بیرون کردند. گناهشون چی بود؟ الا ان یقولوا ربنا الله، مگر اینکه میگویند ربنا الله. جرمشان ربنا الله است، جرمشان ایمان است، به این خاطر اونها را بیرون کردند. لذا ظلم بزرگی در حق اینها است. اینا راه درستی را بردند، راه ربنا الله را بردند، راه ایمان، راه توحید. به این دلیل اینها را الله میفرماید بیرون کردند. لذا با اون کفاری که اینها را بیرون کردند اجازه دارید بجنگید، انتقام بگیرید. خب از اینجا هم برداشت میکنیم، این فقهای ما، علمای ما، الله عزوجل هزاران رحمت بر اونها، بر تربت اونها بباراند، چگونه از نکته نکته قرآن مجید استدلال و برداشت درست کردند. میگویند که معلوم میشه که جهاد با هر کافری نیست، جهاد با کافری که ظلم میکند، زیاده روی میکند، تعدی میکند. یک کسی هست، یک گروهی هست، یک ملکی هست از کفار که صرفا چون کافر است، نه به ما تعرض کرده، نه عهدش خودش را شکسته، نه ظلمی کرده، بالاخره جهاد با اون نیست. جهاد با اون کافری هست که بالاخره به کشور ما آمده، تعرض کرده، اشغال کرده کشوری از کشورهای مسلمان را، ظلم میکنند بر مسلمانان. لذا مورد جهاد را هم اینجا بیان فرموده که چه نوع کفاری، مطلقا کفر نه، اینهایی که این کارها را دارن میکنن، بر مسلمانان ستم میکنن. چرا ستم میکنه؟ الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. یکی دیگر از دلائل مشروعیت جهاد اینجا بیان میشه. یک دلیلش همین که شما خواندید که بالاخره جهاد برای دفع ظلمه، برای انتقام از ظالمه. اما یکی دیگر از دلائل تحفظ است، تحفظ، حفظ کردن اماکن عبادی، اون جاهایی که عبادت خدا میشه. خداوند میفرماد اگر این جهاد نبود، اگر دفع مردم بعضی را نبود، یعنی در جهاد همینه، بعضی مجاهدین بلند میشند در مقابل زورگویان، می ایستن میزنند اونها را. خب همین باعث شده که جلوی زیاده روی اون زورگویان گرفته بشه، اونها نتوانند مردم را بکشند، محل عبادت مردم را تخریب و ویران بکنند. اما اینجا سبحان الله ببینید اسلام چه دینی هست که در اسلام نه تنها تحفظ مسجد هست که ما مسلمانان
باید سعی کنیم مساجد محفوظ بمانه، کسی تخریبشون نکنه. نه، همونطور که لازم هست ما تحفظ بکنیم مساجد خودمون را، یعنی جلوی تخریب اونها را بگیریم، بقیه ادیانی که در کنار ما هستند، اهل ادیانی که در کنار ما هستند، اونها هم عبادت خانه ای دارند. مثلا یهودی بیعی دارد، مسیحی کلیسایی دارد، از کلیسای اونها هم باید حفاظت کرد، یعنی اونها هم نباید تخریب بشه. خداوند میفرماید اگر جهاد نبود، این اماکنی که عبادی هستند، جاهای عبادت، اینا چی میشدن؟ خراب میشدند. اینها خراب میشدند. ولی خدای تعالی جهاد را مشروع کرد. یکی از فلسفه های جهاد اینه که این اماکن حفظ بشند، نگذاره اینها را خراب بکنند. دقت کنی، اول ترجمه ولولا دفع الله الناس، اگر نبود دفع الهی مردم را، بعضیشان را به وسیله بعضی، یعنی مجاهدین دفع میکنند اون زورگویان را، اگر این نبود لهدمت صوامع، منهدم میشد و خراب میشد. صوامع، صوامع جمع صومعه هست. صومعه میگویند که اون ارز کنم جایی را که دراویش مسیحی اونجا عبادت میکنند، اونجا صومعه همون خلوتگاهی را میگویند، همون ارز کنم که جای گوشه در غار، مثلا در گوشه شهر که اونجا دراویششون میرند، علمایشون نه، درویش ها اونجا میرند شب و روز اونجا، مثل بلا نسبت بگم مثل خانقاه. الان در گرچه اینها را بعدا مردم درست کردن، اما یک جای به نام خانقاه درست کردن، اونجا فقط میرند و عبادت، یک گروه درویش میرند، یک گروه صوفی میرند اونجا عبادت میکنند. مسجد حکم مسجد را ندارد. حالا اون صومعه چیه؟ همچنین اون صومعه یک جایی هست که همون دراویش مسیحی میروند و یک سو هستن، فقط عبادت میکنند. و بیع جمع بیعه هست. بیعه یعنی کلیسا، اون محلی عبادی همه مسیحیان، یعنی اونجا پدر روحانیشون هست، کشیششون هست، عامه مردم هم میره. و اون اولی صومعه نه، اونجا فقط کی میره؟ دراویش میره. و صلوات جمع صلات هست. پس این هر دو اولی مالکی شد مسیحیان. صلات معبد یهودی ها را میگویند. صلات چیه؟ معبد یهودی ها، جایی که یهودی ها عبادت میکنند. و مساجد جمع مسجد هست. مسجد محل سجده مسلمانان، جایی که مسلمانان خدا را عبادت میکنند. پس این 4 اماکن هستند که مال 3 گروه هستند. مال مسیحیانند، 2 تا مال مسیحیان، یکی مخصوص دراویششون، یکی مال عامهشون، یکی مخصوص یهودیان، یکی مخصوص مسلمانان. مساجدی که یذکر فیها اسم الله کثیرا، معلوم میشه مسجد برای این هدف است که خدا اونجا زیاد یاد میشه، خداوند به کثرت یاد میشه. خداوند میفرماد اگر جهاد نبود اینها خراب میشد. پس معلوم میشه که ما مسلمانان اگر یه وقتی در حال جنگ باشیم، حتی با همین اهل کتاب، شهرهای اونها را بگیریم، اجازه نداریم عبادت خانه های اونها را تخریب کنیم. محل عبادت باید محفوظ بمانه. هر مذهبی، اگر من یه برداشت دیگه بکنم از این آیه هم بعید نیست، اون اینه که معلوم میشه در اسلام آزادی مذهبی است. چیه؟ آزادی مذهبی، یعنی هر کسی در عبادت میتونه
طبق مذهب خودش خدایش را عبادت کنه در همون اماکن مخصوص خودش، در همون جاهای مخصوص خودش. خداوند میفرماید که جهاد برای این است که جلوی تخریب اینها گرفته بشه، جلوی تخریب کلیسا گرفته بشه، جلوی تخریب معبد یهود گرفته بشه، جلوی تخریب صومعه دراویش مسیحی، راهبهای مسیحی گرفته بشه، جلوی تخریب مساجد مسلمان. پس معلوم میشه هر یکی در عبادت خودش چی آزاده. اینطور که بعضی از اسلام فهمیدند که جلوی عبادتهای مختلف را بگیرن، نه خیر، هر کسی در همون چارچوب خودش، جاردیواری خودش میتونه عبادت کنه. حالا از اینجا معلوم میشه که تمام عبادتگاه ها و مقامات مقدس مربوط به هر دینی باشند، آیینی باشند، محترمند، یعنی نباید به اونها چی بشه؟ تعرض بشه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیل اول اینه که ببین در هر یکی به یک حد خلاص نام خدا گرفته میشه. حالا بعضی شرک هم میکنند، ما اون عبادتی، اون کاری که اونجا میشه اون رو تایید نمی کنیم، ولی تا یک حد اسم خدا اونجا گرفته میشه. دلیل دوم اینه که ببینید این عبادت خانه ها در قلب مردم جای دارند. هر پیروانی مال عبادت خانه خودش. مسیحی که معتقد به مذهب خودش هست، اون کلیسایش در دلش جای داره. همونطور که برای ما مسلمانان مسجد در قلب ما جا دارد. کسی به مسجد ما تعرض می کند خودمون را به کشتن می دهیم. می بینید گاهی مساجد مسلمانان را تخریب می کنند، بالخصوص در هندوستان، هندوهای افراطی. صدها مسلمان اونجا میره شهید میشه. مسلمان برای مسجد جان میده، چون مسجد محل عبادت در رگ و ریشه قلب انسان ها جای داره. همونطور که در دل ما مسلمانان جای داره، اون معبد یهودی در دل او جای داره، اون مال مسیحی در دل او جای داره. الله عزوجل این احساسات درونی بندگان خودش را، ولو اینکه احساسات ناغلطی باشد، اینها را چی داره؟ در نظر داره. حالا خود کلیسا امروز از نظر ما منسوخ شده، چون دین حضرت عیسی وقتی منسوخ است، روش عبادتی او هم از نظر ما باطله، روش عبادت یهودی ها هم از نظر ما باطله. ولی چون اونها پیروان اونها نسبت به محل عبادتشون، من نوع عبادتشون دلبستگی، وابستگی دارند، پس بالاخره اون احساسات اونها را الله عزوجل در نظر گرفته و دستور داده شما که جهاد میکنید، شما برای حفظ این اماکن بکوشید، نگذارید اینا تخریب بشه. درسته اون مردم در مسیر باطل هستند، ولی بالاخره احساساتی در این احساساتشون باید ارج نهاده بشه. همین تفکر در اسلام بوده که حالا شما میبینید مساجد مسلمانان هنوز حفظ شده، محفوظ مانده. مساجدی در حتی بلاد کفر هستند، مثلا در اندلس، اسپانیا، بیش از 1000 سال مسجد خدمت داره، هنوز هست، تخریبش نکردن. چرا؟ چون مسلمان هر وقتی که بر بلاد اونها مسلط شده، کلیسای اونها به دست مسلمان افتاده، مسلمان خرابش نکرده. حالا یک دلیل سوم همینه که اگر مسلمان در قرآن بهش دستور داده میشد که وقتی که عبادت خانه اونها را گرفت تخریبش بکنه، اگر مسلمان این کار را میکرد، تعالی هیچ مسجدی از مسلمانان در بلاد اونها باقی نمانده بود. اونها مقابله به مصر میکردند، مثل همون آیه که میفرماید خدایان باطل را دشنام ندهید. اونها مقابله به مصر میکنن، اون وقت فیسب الله، خدا را دشنام میدهند. پس خدای عزوجل
این احساسات درونی انسانها را نادیده نمیگیره. به همین دلیل هست که خدای تعالی میفرماید شما اینها را خراب نکنید. اگر با احساسات اونها بازی بشه، اون وقت راه توطئه باز میشه، راه فساد باز میشه، همش دیگه تخریب میشه. اونا ما بریم کلیسا تخریب بکنیم، اونا بیان مسجد تخریب بکنند. به این دلیل الله تعالی میفرماید اینها تحفظ بشه. الله میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نبود دفع الهی مردم را بعضی را به وسیله بعضی دفع میکند، لهدمت صوامع، اون وقت صومعها یعنی محل عبادت دراویششان منهدم میشد، و بیع کلیساها منهدم میشد، و صلوات و معابد یهود منهدم میشد، و مساجد و همچنین مساجد مسلمانان، ان مساجدی که یذکر فیها اسم الله کثیرا، یاد الله میشه در اون مساجد به کثرت، خدا به کثرت در اون مساجد ذکر میشه، اونها خراب میشد. اما خدای تعالی اجازه نمیده. به این خاطر جهاد را مشروع فرمود تا که ولینصرن الله من ینصره، البته حتما الله یاری میکند، الله نصرت میکند، من ینصره، هر کسی که دین خدا را نصرت میکند. ان الله لقوی عزیز، همانا الله عزوجل قوی هست. این علت است، الله قوی هست، عزیز غالب است. الله عزوجل غالب هست و نصرت میکنه بندگان خودش را. الذين ان مكناهم في الارض، کدوم بندگان را؟ من ینصره کی هستند؟ الذين ان مكناهم في الارض، آنهایی که اگر خدا اونها را در زمین قدرت بده، در زمین حکومت بده، تمکین به معنای جای دادن هم میاد، قدرت و حکومت هم میاد. آنهایی که اگر خدا اونها را جای بده، قدرت و حکومت بده، اقاموا الصلاة، نماز را برپا میکنند، و آتوا الزکات، زکات میدهند، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، امر به معروف میکنند، نهی از منکر میکنند. یعنی جهاد برای این هست که ما بعد از جهاد اگر حکومت تشکیل بدیم، خدا به ما قدرت و تمکین بده، ما به وسیله این حکومت چه کار میکنیم؟ به وسیله این حکومت معروفات را ترویج میدیم، فرامین خدای عزوجل را ما اجرا میکنیم، مثلا نماز را برپا میکنیم، زکات را اجرا میکنیم، امر به معروف نهی از منکر، تمام احکام شر را احیا میکنیم. بس ببینید جهاد یه وسیله‌ای هست و یه ابزاری هست. جهاد و به طبع جهاد حکومت دینی برای احیاء عبادات. اما بعضی از مسلمانان برداشتشون چیزی دیگه هست که ما معتقدیم اینجا این آیه، در این آیه اون نظر اونها رده. بسیاری از احزاب سیاسی که بنده اشاره به بعضی ها بکنم، اونها در منشور خودشون، در برنامه اصلی خودشون، برنامه اصلی چی را قرار دادند؟ حکومت اسلامی و اجرای حکومت اسلامی. مثل اخوان المسلمین مثلا، یا مثل جماعت اسلامی که در پاکستان و هندوستان هست، مربوط به مرحوم مودودی. اینها میگویند که اصل و هدف اصلی چیه؟ حکومت است. حالا عبادات چی؟ عبادات را وسیله رسیدن به حکومت میدانند. یعنی عبادات آله هستند،
ابزارند و حکومت اسلامی چیه؟ اصله. به همین دلیل میگم، مثلا عرض میکنه که فلسفه جهاد را چی میگویند؟ فلسفه احکام را مثلا نوشتند که نماز برای این هست که یه تمرینی هست، نماز تمرینی هست، همه از یک امام اقتدا میکنیم، با قیام او قیام میکنیم، با رکوع او رکوع میکنیم، با سجده او که چی؟ که یاد بگیریم، این نوع آمادگی برای جهاد است، یاد بگیریم که چطور از یکی اطاعت بکنیم، تا در جهاد از یک امیر همه اطاعت کنیم. پس گویا نماز برای این هست که تمرینی باشد و تربیتی باشد، کورس تربیتی هست، دوره تربیتی هست برای اینکه یه مجاهد خوب بشی. پس ببین عبادت چی؟ ابزار، آله هست. یا مثلا میگه زکات برای این هست که اقتصاد اسلامی چی بشه؟ درست بشه، اونه که داره بده به اونه که نداره، تا که بالاخره به نوعی یکسانیت ایجاد بشه. اون وقت در جهاد وقتی اقتصاد خوب بشه جهاد موفق میشه و حکومت تشکیل میشه. روزه همچنین برای این است که مثلا گرسنگی را عادت بکنیم و حج برای این هست که همه جمع بشیم یک جا، یک کنفرانس گویا عالمی وحدت اسلامی، همین که مسلمانان در حج جمع می شوند، از اونجا برنامه ریزی بکنند، از اونجا با همدیگه متحد بشن، از احوال دیگه همدیگه باخبر بشن، همه برای چیه؟ اقامت جهاد هست، اقامت حکومت اسلامی. اگر این نظر درست باشه اون وقت همه این عبادت ها آله هستند، وسیله هستند، مقصود حکومت است. اما ما برعکس میگیم، ما معتقدیم که عبادات چی هستند؟ اساسا، اصلا مقصود عبادته. حکومت و جهاد چیه؟ یک ابزار، یک آله هست. حالا فرقش چی شد؟ فرقش اینه که اگر عبادات وسیله باشد، اونطور که اونها میگویند، گاهی عبادات را فدا میکنند، گاهی عبادات را، احکام خدا را فدای چی میکنند؟ فدای حکومت میکنند. و در عبادات، به عبادت اونقدر اهمیت دیگه داده نمیشه. به همین خاطر در میان احزاب سیاسی ولو اینکه اسلامی هستند، عبادت زیاد اهمیت نداره. به حکومت رسیدن، منشور حزب، اهداف حزب، اونا چی دارند؟ اهمیت بیشتری دارند. حالا میگه نماز پس و پیش شد، نماز یک وسیله ای هست. ما میگیم نه، قرآن گفته و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف اصلی آفرینش جن و انس عبادت است. پس عبادت هدف، حکومت وسیله برای عبادت. نباید نماز را فدای حکومت کرد. حکومت را میشه فدای دستورات خدا کرد. ما میتونیم بدون حکومت بالاخره به حیات دینی خودمون ادامه بدیم، اما بدون عبادت نه. چرا که عبادت اصله. در هر شرایطی باشیم عبادت را باید انجام بدیم. حالا از اینجا من فقط این نکته را میخواستم، دور رفتم. این بحث طولانی هست، کتاب ها در این رابطه نوشته شده. الذین ان مکناهم فی الارض، اینجا خدا میفرماید این بندگان من مجاهدین کسانی هستند که اگر من اونها را حکومت میدم، قدرت میدم، از این قدرت و حکومت استفاده میکنن، به عنوان ابزار نماز را احیا میکنند، زکات را احیا میکنند. معلوم میشه که حکومت چی هست؟ ابزار است. حالا دیدگاهی که در ایران خود ما هست هم مثل همون دیدگاه اولی هست. اینهایی که اینجا هستند، حاکمان ما، معتقد هستند که اصل حکومت اسلامی هست، بقیه احکام وسیله اند. حتی ولی فقیه میتواند
همین که ولایت مطلقه میگن به همین معنی. ولی فقیه میتواند که این احکام را به نفع حکومت تفسیر کند، تغییر بدهد. ما میگیم که نه، اسلام سیاسی نیست و نباید اسلام سیاسی بشه. یعنی ما بیایم اسلام را بر اساسی سیاست خودمون چی بکنیم؟ تغییر بدیم. باید سیاست اسلامی بشه، اسلام سیاسی نشه. اسلام سیاسی نه، سیاست اسلامی. این دو واژه هستن، اگر به اینها دقت کنید فرق میکنه. یعنی هر چی سیاست حکومت همه را برای احیای مسائل اسلامی، نه اینکه اسلام را بیایم فدای سیاست و حکومتی که خدا به ما داده بکنیم. لذا بگیم امروز تقاضا میکنه شرایط حکومت که مثلا موسیقی چی باشه؟ حلال باشه. لذا فتوا صادر بشه حالا موسیقی حلاله، درسته، چون حکومت تقاضا میکنه. یا مثلا امروز شرایط ایجاب میکنه که با توجه به منافع حکومت حجاب لازم نباشه. یعنی این احکام را به خاطر حکومت چکار بکنیم؟ تغییر بدیم؟ نه، حکومت را فدای چی میکنیم؟ احکام میکنیم، در زمین احکام. ببین اینجا خدا همین میگه الذین ان مکناهم فی الارض، آنهایی که اگر ما اونها را تمکین و قدرت بدیم در زمین، اقاموا الصلاة، از این قدرت استفاده میکنن، اقاموا الصلاة، نماز را برپا میدارن، و آتوا الزکات، زکات میدهن، و امروا بالمعروف، امر میکنن به معروف، و نهوا عن المنکر، از منکر باز میدارن، ولله عاقبت الامور، عاقبت تمام امور فقط برای الله است. حالا این الذین ان مکناهم کی هستند؟ ببینید کسانی که ما اونها را تمکین میدهیم این کار را میکند. همه تفاسیر نوشتند اینها 4 نفر از اصحاب رسول الله هستند که هم این صفات گذشته که شما خواندید در وجود اونها هستند، هم مهاجر هم مجاهد. این 4 نفر کیه؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی مرتضی. الذين ان مكناهم، تفسیر قرطبی گفته 4 من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقيل هم المهاجرون وهو الاصح لان قوله الذين ان مكناهم، این الذين ان مكناهم صفت کدوم آیه است؟ اون آیه که شما دیروز خواندید، نه امروز خواندید، لمن تقدم ذکرهم وهو الذين اخرجوا من دیارهم بغیر حق. این الذين اخرجوا من دیارهم مهاجرین هستن یا نیستن؟ خلفاء راشدین هم هر 4 تاشون مهاجر هستن یا نیستند؟ و خلفاء راشدین هر 4 تا هم مهاجر بودن هم مجاهد بودن یا نه؟ جهاد کردن یا نه؟ در تمام میادین. علاوه از این که در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن، بعد از رسول الله در راس جهاد ابوبکر صدیق بود، بعد از ابوبکر در راس سیدنا عمر بود، بعد از آن سیدنا عثمان، بعد از آن سیدنا علی. پس همین هم مهاجر هم مجاهدند. علامه علوسی نوشته فیه دلیل صحت امر الخلفاء الراشدین. از اینجا معلوم میشه که قرآن داره حکومت اونها را و امر اونها را تایید میکنه. صحیح بوده. لان الآیه مخصوصه بالمهاجرین، این آیه درباره مهاجرین است. لانهم المخرجون بغیر حق، همین مهاجرین هستن که بناحق از خانه کاشانشون اخراج شدن. والممکنون فی الارض، و بعدا همین ها را خدا در زمین چی داد؟ حکومت داد. بعد از رسول الله مگر همین ها یکی بعد از دیگری خلیفه نشدن؟ منهم الخلفاء، که از اینا همین خلفاء هستن. پس معلوم میشه که اینها را الله تعریف میکنه که اینها وقتی که به قدرت میرسن چنانچه در زمان اینها نماز، زکات، حج چه جایگاهی داشت. و این یکذبوک، بعد از این الله تعالی تخویف بیان میفرماید، تخویف دنیوی برای کسانی که نمیپذیرند، و بعد تسلی هم برای رسول الله است. تو نگران نباش،
تنها تو را تکذیب نمی کنند، انبیای گذشته را تکذیب کردند. و این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. اگر تو را تکذیب کردند ای محمد صلی الله علیه و سلم، جزا مقدره، فلا تحزن، غم مخور، غمگین نباش. چرا؟ فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود، همانا تکذیب کرد قبل از این قریش مکه، قبل از مردم مکه اقوام دیگه تکذیب کردن، مثل قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط. همچنین تکذیب کرد قوم ابراهیم و قوم لوط، تکذیب کردن. و علاوه از اینها و اصحاب مدین، اصحاب مدین همینها داستانشون را شما خواندید، اونها هم تکذیب کردن. و غیر از آن، غیر از اهل فرعون، کذب موسی، از طرف آل فرعون تکذیب شد موسی، یعنی از طرف قبطیون. فاملیت للذین کفروا، من مهلت دادم به آنهایی را که کفر کردند، آنهایی که کفر کردند تکذیب کردم، من اونها را مهلت دادم. ثم اخذتهم، سپس من اونها را مؤاخذه کردم. فکیف کان نکیر، یعنی نکیر من، گرفت من، مؤاخذه من چقدر سخت بود، چطور خدا مؤاخذهشون کرد. و الله عزوجل میفرماید خلاصه شما ببینید چه قریه هایی، چه شهرهایی هلاک شده. این قریشی هم هلاک میشند، این هم یک روز میآید که سرشو میخورد. فکأی من قریة اهلکناها، چقدر از قریه ها ما هلاک کردیم، یعنی اهل قریه ها را هلاک کردیم، مردمان قریه را هلاک کردیم. چرا؟ چونکه وهی ظالمتون، در حالی که اهل اون قریه ها ظالم بودند. ای و اهلها مشرکون، مدارک میگه ظالم بودند. الله وقتی که اونها ظالم بودن، مشرک بودن، هلاکشان کرد. فهی خاویت علی عروشها، الله چنان هلاک کرد که دیوارها بر سقف ها افتاد. دیوار بر سقف افتاد یعنی چه؟ یعنی تخریب 100%. قبلا خدمت شما گفتم یه جای اگر تخریبی بشه، کم تخریب بشه، فقط سقف فرو میریزد، دیوار دیگه هست، این 50%. اما اگر تخریب کاملی باشه، خیلی خراب بشه، سقف میفته، بعد دیوار میفته روی سقف، این دیگه 100%. لذا الله میفرماید خیلی از قریه ها 100% خرابشون کردیم، ویرانه کامل، به اندازه که خاویتون علی عروشها، افتاده بود دیوار روی سقفایشون. و بئر معطلت و قصر مشید، چقدر چاهای بیکار، چاه بودند، مردم از اونها آب برمی داشتن، اما وقتی خدا هلاکشون کرد این چاه معطل شد، هیچ کسی نیست آب برداره. و قصر مشید، چقدر قصرهای محکم، اینا را الله همه را خراب کرد. لذا اینها آثار عذاب هستند. کسانی که در مکه هستند اونها برن سیر بکنند، برن بگردند، ببینند که خدا چی بر سر هم کیشان اینها آورد، هم مذهبان اینها. اونایی که مثل اینها شرک میکردند و دعوت انبیا را گوش نکردند، به کجا رسیدند؟ بروند قریش مکه درس بگیرن برای خودشان. الله عزوجل دعوت به سیر میده. معلوم میشه که اگر ما به این نیت بریم، گاهی بعضی بلاد را بریم سر بزنیم، این عبادتی حساب میشه. من قبلا هم خدمت شما گفتم که گاهی شما تشریف میبرید سفر. چرا سفر میبرید؟ برای تفریح میره، و تفریح مباح است. اما اگر شما نیت تفریح نکنید، نیت عبرت کنید، من برم اون جاهایی را ببینم که اون جاها اقوام خدا را نافرمانی کردن، عذاب آمده، الان آثار به جا مانده شون هست. انسان وقتی که چنین جاها میره نگاه میکنه،
چون دستور خدا را عمل کرده براش عبادت میشه، ضمن تفریح هم میشه. لذا الله می فرماید افلم یسیروا فی الارض، آیا اینها در زمین من، در زمین خدا سیر نمی کنند؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اما بروند ببینند اونجا را برای اونها قلب هایی باشد، دل هایی باشد که بفهمند، نه اینکه نفهمند. یعنی تعصب رو، ضد را کنار بذارند و فکر کنند. او آذان یسمعون بها، یا گوش هایی که به وسیله اون گوش کنند. الله تعالی می فرماید انسان که محروم میشه از هدایت، چرا؟ چشمش کور نمیشه، گوشش کر نمیشه، اصل اون دل است که کور میشه، نمیفهم. انسان فهم را از دست میده، اون با ضد و عناد. فإنها لا تعمى الابصار، همانا قصه این هست که چشمها کور نمیشه، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اما کور میشه اون دلی که در سینه هست، اون قلبی که در سینه هست. خب خداوند وقتی که گفت برای اقوام گذشته عذاب آمد، برند عذاب را نگاه بکنن. مشرکین اینقدر جری بودند و جرأت از خود نشون میدادن، گفتن خب عذاب را برای ما بیار. ما قبلا خواندیم خیلی از گروه های مشرکین مثل ابو جهل یه روزی گفت، یه روزی نضر ابن حارث گفت، یه روزی کسی دیگه گفت عذاب بیاد. الله اینها را سرزنش میکنه، زجر بیان میفرمه برایشان، عتاب که ویستعجلونک بالعذاب، اینها برای آمدن عذاب عجله میکنند، در حالی که عذاب که بیاد ولن یخلف الله وعده، خدا هرگز خلف وعده نمیکنه. خدا هر وقتی که گفته میاد همون وقت میاد. برای بسیاری عذاب در دنیا نیست، در آخرته. برای بسیاری در همین دنیا هم گوشمالی هست. الله تعالی از عذاب اصلی میگه که در روز قیامت و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یک روز نزد پروردگار مثل 1000 سال است از اونایی که شما حساب میکنید، شما شمارش میکنید. لذا اون روز مثل یک روزش 1000 سال است. حالا یک روزش 1000 سال است یعنی چه؟ حالا در آیه دیگری شما خواندید 50,000 سنه، 50,000 سال است. بعضی میگویند که الله عزوجل اون روز را برای انسان ها متفاوت گذاشته. برای بعضی خیلی عملشون بد هست، یک روز 50,000 سال معلوم میشه. برای بعضی یک روز 1000 سال معلوم میشه. برای بعضی یک روز به اندازه نیم روز حساب میشه، چند لحظه حساب میشه، اونایی که نیک بودن. لذا تفاوت به اعتبار اعمال و صفات بندگان هست. وكأي من قرية املیت لها وهي ظالمه، این نیست که خدا اگر کسی را مؤاخذه نمی کند او مقصر نیست، نه، خیلی از اهل قریه ها بودند که املیت لها، ما فرصت دادیم برای، در حالی که وهی ظالمه، اون اهل قریه مشرک بودند، ظالم بودند، متمرد و نافرمان بودند، فرصت دادیم ثم اخذتها، بعدا من اونها را مؤاخذه کردم. و الی المصیر، فقط و فقط به سوی ماست بازگشت. لذا بعد از این الله تعالی به پیغمبرش میگه ای پیغمبر تو وظیفه خودت را انجام بده، مردم را هم بیم بده هم نوید بده. بیم بده، بترسان اونهایی را که ایمان نمی آورند، نوید و خوشخبری بده اونهایی را که ایمان می آورند. قل یا ایها الناس، از اینجا هم معلوم میشه که رسالت رسول الله مخصوص عرب نیست، مخصوص مکه نیست، مخصوص حجاز نیست. یا ایها الناس یعنی ای همه مردم. مثل بقیه انبیا نمیگه یا قوم، یا بنی اسرائیل، فقط یک قوم و یک قبیله را صدا نمیزنه، همه انسان ها را. معلوم میشه که عمومیت بعثت است. بعثت رسول الله بین المللی هست، جهانی هست، همه باید ایمان بیاورند. قل یا ایها الناس،
اعلام بفرما ای مردم انما انا لکم نذیر مبین، جزی نیست که من برای شما ترساننده آشکار هستم، نذیر مبین هستم. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت اونهایی که لبیک بگویند، دعوت من را ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند، لهم مغفرت و رزق کریم، برای اونها مغفرت است و رزق معزز است، در ناز و نعمت پروردگار هستند. والذین سعوا فی آیاتنا، آنهایی که تلاش میکنند در آیات ما، یعنی در ابطال آیات ما، کسانی که ایمان نمی آورند و با آیات ما مبارزه میکنند، تلاش میکنند در ابطال آیات ما، ای بذل الجهد فی ابطال آیاتنا، فسموها تارة سحرا و تارة شعرا و تارة اساطیر الاولین. یک بار آیات را میگن سحر، یک بار میگن شعر، یک بار میگن افسانه. کسانی که در آیات ما سعی میکنند که آیات ما را بی اثر بکنند، اولئک اصحاب الجحیم، اینا کی هستند؟ اهل جهنمند، اهل جهنم هستند. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، خداوند میفرماید ای پیامبر من، ما نفرستادیم قبل از شما هیچ رسولی و هیچ نبی الا اذا تمنا، این تمنا به معنی قرائت است، خواندن است. الا اذا تمنا یعنی الا اذا قرأ، القى الشیطان فی امنیته، هر وقت پیغمبر میخواند، شیطان در اثناء خواندنش، در وسط خواندنش چیکار میکرد؟ وسوسه میانداخت. ببینید این آیه را بعضی جوری دیگه تفسیر کردن. یک تفسیری هست که تفسیر غلطی هست، من اول اون تفسیر را ذکر بکنم و دلیل بطلان اون تفسیر را بعداً تفسیر صحیح را خدمت شما عرض کنم. یک روایتی درست کردند، روایت دروغین هست، که که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم داشت چی را میخواند؟ سوره مبارکه نجم را میخواند، و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى. همه مشرکین گوش میکردند در کنار خانه کعبه. قبلا هم خدمت شما روایت را خواندم که وقتی که رسول الله به پایان رسیدند، چنان جذب کرده بود این سوره و گرفته بود مشرکین را که وقتی که رسول الله به آیه سجده رسیدند، پیغمبر سجده کردند، همه سجده کردند، مشرکین هم سجده کردند، از بس که محو آیه شده بودند. خب در همین زمانی که داشتن این سوره را میخواندند، حالا یه روایت موضوع و غلطی هست که میگوید پیغمبر در وسط به زبانش آمد که تلک الغرانیق العلا ان شفاعتهن لترتجى. این غرانیق علا اشاره به بت‌ها است، چون بحث لات و عزی آمد در همین افرأیتم اللات والعزى و منات الثالثة الاخرى تلک الغرانیق العلا ان شفاعتهن لترتجى. یعنی لات و عزی و منات، این پرندگان مقدس و ارزشمند و بلند و بالا، شفاعتشون را میشه امیدوار بود. اونها میگه العیاذ بالله شیطان به زبانش آورد بی اختیار. متوجه شدید؟ این روایت را درست کردند. بعداً خدا گفت که تو نگران نباش، هر پیغمبری که میخواند اذا تمنا یعنی اذا قرأ القى الشیطان فی امنیتی، شیطان در وسط خواندنش چیکار میکرد؟ یعنی زبان او را به سمت دیگه میبرد. اون تفسیر درست ماست که میگیم وسوسه میده. لذا ما میگیم که پیغمبران خدا علیهم الصلوات و التسلیمات هیچ وقت شیاطین نمیتونه بر اونها نفوذ بکنند. پیغمبران را خدای عزوجل از حمله و دستبرد شیاطین چیکار کرده؟ محفوظ کرده، معصوم هستند. اگر این نباشد اون وقت هیچ اعتمادی به پیامی که پیغمبر میارد نمیشه.
شاید این قول خود پیغمبر، شاید وسط شیطان چکار کرده؟ دستبرد کرده. لذا پیامبران، عرض به خدمت شما که وحی اونها محفوظه، خود پیامبران معصوم هستند. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که یه روز من نماز میخواندم، یه شیطانی آمد در مسجد النبی، میخواست که نماز من را دخاله، که نماز یک چیز شخصیه، میخواست که وسوسه بکنه. من گرفتم به ستون مسجد النبی بستم او را زندانش. یعنی اینقدر خدا به پیغمبر قدرت و تسلط میده که شیاطین را راحت دستگیر میکنه. بعدا میخواستم بذارم تا صبح بچهای مدینه بیان باش بازی کنن، اذیتش کنن، بزنن. بیاد دعای برادرم سلیمان افتادم که او گفت خدایا به من چنان پادشاهی و حکومت و قدرتی بده که به کسی دیگه ندادی. و یکی از کارهایش جنات در اختیارش بودند. حالا پیغمبر نخواست که اینجا این شیطان و جن را بالاخره در ملأ عام کتک بزنند و همه بگند که پیغمبر هم این قدرت را داشت. به این خاطر من رهایش کردم. حالا این روایت را میگن که این را زنادقه، زندیقها، بیدینها درست کردن. در اسلام چنین چیزی نیست. سئل عنها الامام محمد بن اسحاق جامع السیرة النبویه، درباره این روایت از محمد بن اسحاق سوال کردن. فقال هذا من وضع الزنادقه، این از موضوعات زنادقه، زندیقها وضع کردن این روایت را. صنفت فی ذلك کتابا، یک کتابی من درباره این نوشتم. تفسیر ابو سعود میگه و هو مردود عند المحققین. تفسیر کبیر میگه و اما اهل التحقیق فقالوا هذه الروايه باطله موضوعه، این روایت باطله، اصلا شیطان نمیتونه که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم چی بکنه؟ رخنه بکنه. خب پس معنای آیه چیه؟ القى الشیطان فی امنیتی. معنای آیه این است، توجه بفرمایید، که هر پیامبری وقتی که آمده و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، هر رسول، هر نبی قبل از تو آمده، زمانی که پیام خدا را میخوانده، اذا تمنى یعنی قرأ میخوانده، القى الشیطان فی امنیته، یعنی شیطان در وسط خواندنش در دل مردم وسوسه میانداخته. در دل مردم، یعنی هرگاه آن حضرت قرآن را تلاوت میکردن، شیطان در دل سامعین، شنوندگان، یعنی در دل مشرکین شکوک و شبهات ایجاد میکرد که ساحر است، شاعر است، کاهن است، فلان است. منظور این نیست که در خواندن پیغمبر میتونسته رخنه بکنه، نه، در دل مخاطبینش چیکار میکرده؟ وسوسه میانداخته. ما این آیه را خواندیم قبلا، و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. هر پیغمبری دشمن دارد، دشمنانش کی هستن؟ شیاطین انس و جن هستن. یوحی بعضهم الى بعض، یعنی بعضی به بعضی وسوسه میکنند. منظور وسوسه هست در قلوب مخاطبین، نه اینکه در قرائت رسول الله علیه بالله شیطان بتونه دست رخنه بکند، دستبرد بزند. الله می فرماید فینسخ الله ما یلقی الشیطان، وقتی که شیطان وسوسه می اندازد در اثناء قرائت، در وسط قرائتش، خدا هم از بین می برد آنچه که شیطان القا می کند. خدای تعالی وسوسه شیطان را چی می کند؟ از بین می برد. ثم یحکم الله آیاته، سپس الله عزوجل آیات خودش را چی می کند؟ محکم میکنه، یعنی در دل مؤمن واقعی مفهوم اصلی آیه جای میگیرد. والله علیم حکیم، الله هر چیز را هم داناست و هم کارهای خدا با حکمت است. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض، این شیطان وسوسه می اندازد تا که خدا قرار بده اون چیزی که شیطان القا می کند سبب امتحان برای منافقین. للذین فی قلوبهم مرض، برای آنهایی که در دلشان مرض است. والقاسیة قلوبهم، اونها که دلشون سنگ است، یعنی برای منافقین. و ان الظالمین لفی شقاق بعید،
و همان ظالمین، منافقین، کفار، مشرکین در اختلاف بدور از حق هستند. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. خداوند خواندیم که فینسخ الله نه، شیطان وقتی که وسوسه میکنه اون اثر وسوسه از دل مؤمن میره، یعنی بر مؤمن اثر وسوسه تمام میشه، خدا مؤمن را کمک میکنه. چرا؟ وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق، تاکه یقین کنند، بدانند کسانی که علم داده شدند، یعنی فهم صحیح قرآن داده شدند، که انه الحق، این قرآن حق است، من ربک، از جانب رب است، فیؤمنوا به، تا به این ایمان بیاورن، یعنی ایمانشون بیشتر بشه، فتخبت له قلوبهم، دلهای اونها در مقابل این چی بشه؟ فروتن بشه، یعنی بیشتر تواضع، بیشتر عاجزی. بین خاطر خدا اثرات شیطان را از دل مؤمنین میبرد. و ان الله لهادی الذین آمنوا الى صراط مستقیم، همانا الله هدایت کننده مؤمنین است به صراط مستقیم. اونا را خدا نمیخواد مؤمنین گمراه بشن، بین خاطر هر چه شیطان وسوسه میکنه خدا دل مؤمنین را چیکار میکنه؟ قرص میکنه، اون آثار وسوسه را از بین میبرد. بله. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، اما اون قشر دیگه غیر مؤمنین، مشرکین، کفار، اونا همیشه تو شک میمانند تا که قیامت بیاد. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، همواره کسانی که کفر کردند در شک خواهند بود از اون قرآن، حتی تأتیهم الساعة بغتة، حتی که قیامت ناگهان میآید، او یأتیهم عذاب یوم عقیم، یا اینکه پیش اونها میآید عذاب روز بی فایده. عقیم یعنی نازا، زنی را میگن که فرزند نمیاره. لذا منظور چیه؟ منظور این هست که همونطور که اون روز بی فایده هست، بالاخره اینهایی که نسبت به قرآن شک دارن، ایمان ندارن، بی فایده هست تا قیامت می آید. حالا قیامت که می آید شکشون برطرف میشه، ولی اونجا ایمان میارن، قبول میکنن، ولی فایده نداره. الملک یومئذ لله، یعنی تسلط و قدرت در اون روز فقط برای الله است. یحکم بینهم، بین بندگانش عملا فیصله میفرماید. خب عملا که فیصله بکند، بندگان به چه سمتی میروند؟ دو گروه میشوند، یکی مؤمنین، یکی کفار. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، این بشارت آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در جنات و باغاتی که سراپا نعمت هستند. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، این تخویف اخروی است. اما آنهایی که کفر کردند و تکذیب کردند آیات ما را، فاولئک لهم عذاب مهین، این افراد برای اونها عذاب ذلت بار و خار کننده است. خب بعد از این الله تعالی، چون قبلا ذکر مهاجرین را ما خواندیم که خداوند فرمود به اونها قدرت میده، تمکین میده، حکومت میده، حالا اینجا فضیلت مهاجرین و بشارت برای مهاجرین هست. والذین هاجروا فی سبیل الله، آنهایی که هجرت کردند در راه الله، ثم قتلوا، سپس آنها شهید شدند در راه الله، کشته شدند، او ماتوا، یا به مرگ طبیعیشان مردند. اولین پاداشی که خدا میده به این مهاجری که در راه هجرت فوت کرده یا شهید شده، لیرزقنهم الله رزقا حسنا، البته الله اونها را رزق میده، رزق زیبا، رزق خوب، چنان رزق خوبی که لا ینقطع ابدا، هرگز قطع نمیشه، و هو رزق الجنه، این رزق بهشت است. چنان رزق، بعضی گفتن تفسیر رزقا حسنا دیدار خدا است، خدا به اونها رزقی میده، رزق به معنی عطا، انعام،
یک انعام خیلی خوبی میده. اون چیه؟ دیدار خودش را نصیب میکنه. قبلا حدیثش را خواندیم که انسان وقتی که اون دیدار نصیبش بشه، انسان تمنا میکنه دیگه هیچ نعمتی داده نشم، همین یکی بسه. و ان الله لهو خیر الرازقین، همانا الله تعالی بهترین رزق دهنده هست. لیدخلنهم مدخلا یرضونه، علاوه از رزق خدا داخل میکند اینها را در محلی که میپسندند. یعنی چه؟ یعنی اینها را در اینها را به چنان کاخهای، قصرهای، ویلاهای، باغهای خدا میبرد که اونجا خیلی خوش میشند و میپسندند که بهترین جا هست. و ان الله لعلیم حلیم، همانا الله تعالی هر چیز را میداند، دوستان خودش را، دشمنان را هم میداند. حلیم هست. اگر نسبت به دشمنان الله تعالی تحمل میکنه بر اساس حلمش هست. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرنه الله. حالا این مهاجر چرا اینقدر فضیلت داره؟ چرا اینقدر پیش خدا عزیز هست؟ خدا میفرمه به دلیل اینکه ومن عاقب بمثل ما عوقب به، هر کسی، چون مهاجر بعدا آمد جهاد کرد، نه؟ هر کسی که انتقام بگیرد از دشمن به مثل ما عوقب به، مثل اون چیزی که به او ظلم شد، مثل اون چیزی که بر او ظلم شده، یعنی دیروز شکنجهش داده، امروز انتقام میگیره. ثم بغی علیه، بعدن هم به مثل ما عوقب بهی که خودش عذاب داده شده، سپس ظلم شده بر او، ظلم شده، عذاب داده شده، حالا میخواد انتقام بگیره، خدا یاریش میکنه. لینصرنه الله، حتما خدا یاریش میکنه. ان الله لعفو غفور، همانا خداوند بخشنده و مهربان است. خب حالا الله عزوجل بعد از این علت را ذکر میفرماید. ذالک بان الله، این به سبب این است که خدا شب را در روز داخل میکنه، روز را در شب. ببین به ظاهر هیچ مناسبتی نداره. خدا مؤمنین را غلبه میده چون شب را در روز داخل میکنه، روز را در شب. یعنی چی؟ معنای آیه این است که شب را در روز داخل میکنه چون خیلی قدرت داره. این نمونه ای از قدرت خدا است. وقتی که اینقدر قدرت داره که شب را ببرد روز را بیارد، روز را ببرد شب را بیارد، هر روز هم این کار میشه، پس او میتواند بندگان خودش را هم چی بکند؟ نصرت بکند. ذالک، این غلبه مؤمنین به سبب این است که ان الله یولج اللیل فی النهار، خدا داخل میفرماید اجزای شب را در روز، و یولج النهار فی اللیل، داخل میکنه اجزای روز را در شب. و ان الله سمیع بصیر، همانا الله تعالی هر سخن را شنواست، ظلم کفار را میبیند و میشنود، بصیر هست، مظلومیت مسلمانان را میبیند. لذا این غلبه به این دلیل است چون خدا قدرت داره. و دیگه دلیل دیگر غلبه، ذالک بان الله هو الحق، به سبب این است که همانا الله حق هست. الله عزوجل ذاتش ذات بر حق است. و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، اما اونهایی که صدا میزنه غیر از خدا اونها همه باطلند. و ان الله هو العلی الکبیر، همانا پروردگار ذات علی برتر هست و بسیار بزرگ هست. حالا بعد از اینکه خداوند بیان فرمود من بندگان خودم را نصرت میکنم، یاری میکنم، اونهایی که مظلوم واقع شدند، اونهایی که هجرت کردند، بیرونشون کردند، شکنجهشون دادن، حالا میخواه انتقام خودشون را بگیرند، من اونها را نصرت میکنم چون من قادر مطلق هستم. و از اینجا هم معلوم شد که جهاد برای این هست که مظلوم حق خودش را بگیرد، ظالم دستش کوتاه بشه، جلوی ظلم گرفته بشه. حالا الله تعالی دلائل دیگری از توحید که در این دلائل هم یگانگی خدا ثابت میشه، هم قدرت لا یزال. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا نمی بینی که همانا الله عزوجل نازل میکنه از آسمان آب، آب که نازل میکنه فتصبح الارض مخضرة، تمام زمین سرسبز میشه. مخضر یعنی چه؟ خضر، سرسبز میشه، شاداب میشه،
کی زمین را آباد کرد؟ الله. ان الله لطیف خبیر، همانا الله عزوجل ذاتش لطیف، لطفش بر بندگان بسیار زیاد است، خبیر هست از تمام احوال بندگان، از ما یحتاج اونها، از نیازهای اونها، از مشکلات اونها با خبر است. لذا بر اساس مشکلات رحمت را نازل می فرماید. له ما فی السماوات و ما فی الارض، برای الله است، فقط برای الله است تمام آنچه که در آسمان ها و در زمین است، یعنی تمام تصرفات و اختیارات سماوی و زمینی مال الله است. و ان الله له الغنی الحمید، همانا الله ذات پروردگار بی نیاز هست، ستوده شده هست. خب این دلیل اول بود. دلیل دوم، این دلایل را شما خواندید، به ترجمه بسنده میکنیم، باز نمیکنیم مباحث را. الم تر ان الله سخر لكم ما فی الارض، آیا نمی بینی الله مسخر کرد برای شما تمام آنچه که در زمین هست؟ تمام هر چی که در زمین است خدا در اختیار ما گذاشته. خود زمین را ما راه برای خودمون چه راههای گشاده درست میکنیم، این کوه را میتراشیم و برای خودمون خانه میسازیم، از زمین را میشکافیم، پاره میکنیم، شخم میزنیم و کشاورزی میکنیم. هر چی که در زمین از خدا تابع ما قرار داده یا نه. سخر لکم ما فی الارض، همچنین در دریا کشتی را در اختیار شما. والفلک تجری فی البحر بامره، الله تعالی کشتی را می فرماید که جاری هست به امر خدا، به امر خدا داره میره، به هر جا سیر میکنه، داخل آب فرو نمیره، در حالی که شما یه نخوتی بیاندازی میره غرق میشه، ولی کشتی را ببین با اون حجمش غرق نمیشه. اینا همه از آثار قدرت است. و یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، الله عزوجل آسمان را نگه داشته از اینکه بیفتد بر زمین، نگه داشته، نمیفتد مگر به اذن الله میفته، در حالی که اعمال بندگان تقاضا میکند که این بندگان آسمان باید سرشون بیفته، سرشون خراب بشه. خدا در جای دیگه میفرماید ان نشأ نخسف بهم الارض، عمل بندگان ما چنان بد است که اگر بخواهیم همه را در زمین خسف بکنیم، فرو ببریم. او نسقط علیهم کسفا من السماء، یا تکی از آسمان بیاندازیم و زمین را نابود کنیم. پس اعمال تقاضا می کند این عذاب بشه، ولی لطف پروردگار، حلم پروردگار، رحمت پروردگار چنان وسیع است نمی گذارد. یمسک السما، نگه داشته آسمان را، ان تقع علی الارض، اینکه بیفته بر زمین. حالا آسمان را نگه داشته، آسمان چطور میفته؟ ببین آسمان تنها این سقف نیست، هر چی که بالای سر ما هست آسمانه. حتی این ستاره ها، ماه و خورشید، اینا هم جزء آسمان هستند، چون بالای سر ما هستند. کل ما علاک فهو سما، هر چی بالای سرت هست آسمانه. گاهی خداوند ابرها را میگه آسمان، چون بالا هستند، میگه از آسمان برای شما باران میفرستیم، یعنی از ابرها. حالا بعضی از اهل تفسیر اینجا چی میگویند؟ معاصرین میگویند منظور از آسمان ستاره ها هستند، سیاره ها هستند، ستاره ها هستند. اینها اگر هر ستاره یک چی دارد، یک قدرت جذب دارد. هر ستاره چی دارد؟ یک قدرت جذب دارد، یک کششی دارد، یک نیروی دارد که همون جذبش این ستاره رو با این ستاره فاصله رو چی کرده؟ حفظ کرده. اگر اون کشش و اون جذب و دفع نباشد، این دو تا ستاره با هم دیگه برخورد میکنن، تمام عالم ویران میشه. مثل آهنربا دیدید؟ آهنربا یک قدرتی داره، قدرت جذب. البته یک طرفش یک قدرتی داره، یک طرف دیگرش برعکس بکنی
برعکسه. مثلا این طرف آهنربا دوتا را نزدیک میکنی با هم دیگه میچسبن فوراً، گویا میدوند و هم دیگر را در میآورند. اما برعکس به هم دیگه نمیچسبن، میبری جلوتر، این آهنربا را نزدیک اون میبری، او فاصله میگیره، این را اون طرفتر میبره، او اون طرفتر میره. یعنی گاهی اون وقتی به بنبست بکنه این را نمیتونه ببری، این نمیذاره بره، اون فاصله باید چی بشه؟ حفظ بشه. همچنین دانشمندان ستاره شناسان میگویند این ستاره ها و سیاره ها همین کشش و نیرو را دارند. این کشش و نیرو باعث شده که همدیگر را چی؟ با فاصله از همدیگر، حالا این فاصله ها هزاران کیلومتر است یا بعضی هزاران سال نوری است. چنان این جذب قوی است که این فاصله همینطور مانده. خدا اگر بخواد اون نیرو را، اون جذب را چی میکند؟ بر میدارد. لذا این سیاره که با زمین فاصله دارد، این فاصله اینطور هست اون جذب وقتی که برداشته بشه فوراً برخورد میکنه، زمین پودر میشه، یک نفر هم از تو زمین زنده نمیمانه. پس این که خدا نگه داشته، این یکی از آثار قدرت پروردگار است. قرآن همین را میگه که همه اینها با خودشون همین فاصله را دارند. قیامت وقتی میشه خدای تعالی این کشش را، این جذب را، این قدرت جذب را از همه سیاره ها و ستاره ها میگیره، همه با هم دیگه برخورد میکنن، بعدن برخورد میکنن دیگه قیامت برپا میشه. انفجار یعنی همین. الله میفرماید الم و یمسک السماء، آسمان را نگه داشته، یعنی تمام ستاره ها و سیاره ها را، که ان تقع علی الارض، این که بیفته بر زمین مگر به اذن الله. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، همانا الله نسبت به بندگان خودش رؤوف است و مهربان است. و هو الذی احیاکم، الله می فرماید الله آن ذاتی است که هو الذی احیاکم، شما را زنده کرد، ثم یمیتکم، سپس شما را میراند، موت میده، ثم یحییکم، دوباره قیامت شما را زنده میکند. ان الانسان لکفور، اما انسان مشرک خیلی ناسپاس است. این همه لطف از طرف خدا، باز اون میره غیر خدا را سجده میکنه، خیلی ناشاکر است. لکل امت جعلنا منسکا، این بخش دوم سوره هست که شرک فعلی هست. شرک فعلی هست. شرک فعلی قبلا خدمت شما عرض کردم در باب خوراکی هست. یعنی مشرک به شرک فعلی اون کسی هست که چیزی را که خدا حلال کرده اونو به خاطر خدایان خودش چی میکنه؟ حرام میکنه. مثلا خدا میگه گوشت شتر حلاله، شیر شتر حلاله، سواری شتر حلاله. اما مشرکین چیکار میکردن؟ همین شتر را به نام خدایان و آلهه باطل چی میکردن؟ نامگذاری میکردند. وقتی که به نام او میکردند میگفتند چون این الان مال خدایان هست هیچ کسی اجازه نداره سوار بشه، اونی که خدا حلال کرده این حرامش میکنه. چرا؟ به خاطر اون خدایان. این شرک فعلیه که چیزی که خدا حلال کرده به خاطر خدایان چیش بکنه؟ حرامش بکنه. بعد اونا مسخره میکردن، به پیغمبر میگفتن ببینید چیزی را که خدا کشته شما از اون نمیخورید. یعنی حیوانی که خودش میمیرد، نه حیوانی که شب شما اون را در آغل گذاشتی، صبح میبینی رفتی مرده، اون میگه این خدا کشته، شما گوشتش را نمیخوری، میگه بندازید دور. اونا میخوردند. و اونی که خودتون میکشید اونو میخورید. چرا؟ الله تعالی اینجا جواب میده لکل امت جعلنا منسکا. منسک یعنی روش قربانی. هر گروهی ما برایش یک روش قربانی، یک طریقه‌ای برای قربانیش مشروع کردیم. حالا طریقه و روش در اسلام اینه که باید ذبح بشه، باید سرش بریده بشه، باید این چهار رگ اصلیش قطع بشه، باید اون خونهایش، خون کثیفش بریزه.
پس لکل امت جعلنا، برای هر گروهی ما قرار دادیم منسکن، طریقی برای قربانیش که هم ناسکو، آنها بران طریقه عمل میکنند. فلا ینازعنک فی الامر، اینا در این امر با شما جر و بحث نکنند، زیاد توجه نکن. وادعو الی ربک، این حرفای اضافی اونها را بذار، شما دعوت بده، فرا بخوان به سوی یگانگی پروردگارت اونها را. انک لعلی هدی مستقیم، همانا شما بر هدایت مستقیم خدای عزوجل هستید. الله می فرماید و ان جادلوک، اگر اینها با تو جدال کردند، با تو جر و بحث کردند، فقل الله اعلم بما تعملون، بگو الله عالم تر است به آنچه که شما عمل میکنید. الله یحکم بینکم یوم القیامه، الله در روز قیامت عملا فیصله میفرماید بین شما، فیما کنتم فیه تختلفون، در آنچه که شما اختلاف میکردید. بعد از این الله تعالی هم بیان قدرت میفرماید هم بیان علم. اینجا علمش، الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض، آیا نمیدانی که همانا الله میداند تمام آنچه که در آسمان ها و زمین هستند. علم الله محیط بكل شیء هست. ان ذلك فی کتاب، این همه در لوح محفوظ هستند، یعنی همه اقوالی که شما انجام میدی، افعال، حرکات، خوب بد، همه اونجا پیش خدا در علم خدا هست. ان ذلك علی الله یسیر، این که خدا اینها را بداند این که آسان است بر خدا، این مشکلی نداره، دانستن چیزی برای شما مشکل است. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، حالا ببینید چه خدایی که قدرتش اینقدر زیاده و علمش اینقدر زیاده، به جای اینکه این خدا را عبادت کنن، رفتن چیزهای را عبادت میکنن که نه قدرت دارن نه علم. و یعبدون من دون الله، عبادت میکنن مشرکان بغیر از الله، ما لم ينزل به سلطانا، آن معبودانی که خداوند برای معبودیت اونها هیچ نوع دلیل عقلی و نقلی نازل نکرده. و ما لیس لهم به علم، نیست برای اینها نسبت به معبودیت اونها هیچ علمی. و ما للظالمین من نصیر، برای این ظالمین هیچ نصیر یاوری هم وجود ندارد. و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، اینجا خداوند سرزنش میکنه این کفار را. این کفار اینقدر عرض کنم که از خدا دور هستند که وقتی که آیات روشن خدای عزوجل برای اونها خوانده میشه، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، از آیات ناراحت میشن. در چهره کفار چی میبینی؟ ناگواری میبینی، پریشان میشن، چرا ما را دعوت میده؟ اینقدر عصبانی میشه که یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، نزدیک است حمله بکنند. یستون یعنی چه؟ حمله بکنن بر آنهایی که تلاوت میکنن بر آنان آیات ما را، یعنی به این دعوتگران میخوان حمله بکنند. الله تعالی بیشتر عصبانیشون میکنه. ای پیامبر، به اینهایی که عصبانی هستند و میخوان حمله بکنن، به اونها بگو قل افانبئکم بشر من ذلکم، یه چیزی بدتر از این به شما خبر بدم. بدتر از این چیه؟ اون النار، ای هو النار، آتشی که شما را می سوزاند. اگر عصبانی هستی از عصبانیتت بمیر، اگر ناراحت بیشتر ناراحت بشو که تو آتش باید بسوزی. النار وعدها الله الذین کفروا، خدا وعده کرده اون را با کفار. و بئس المصیر، بسیار جای رجوع بدی هست. خب تا حالا ما دلائل را خواندیم، اما از این دلائل مشرک لا یعقل چیزی متوجه نمیشه. خداوند دلایل آسمان ذکر میکنه، زمین، قدرت خودش، اما او هیچی حالی نمیشه. بعد و او هنوز به شرکش ادامه میده، هنوز غیر خدا را پرستش میکنه. الله عزوجل حالا مثالی بیان میفرماید. چی بیان میشه؟ مثالی که در این مثال عدم قدرت خدایان پوشالی و باطل ثابت میشه که هیچ قدرتی ندارند، به اندازه مگسی هم قدرت ندارند. پس چطور شما اینها را عبادت میکنی؟ با این مثال
اگر در درون کسی تعصب نباشه متوجه میشه واقعیت را. الله می فرماید یا ایها الناس ضرب مثل، ای مردم مثالی بیان شده، فاستمعوا له، از ته دل این مثال را گوش کنید. ان الذين تدعون من دون الله، همانا آنهایی که شما اونها را فریاد میزنید بغیر از الله، از آنها کمک میخواهید بغیر از الله، از این آلهه‌ای، از این خدایان باطلی که شما کمک میخواهید، لن یخلقوا ذبابا، اینها هرگز یک مگسی را هم خلق نمی کنند. تمام خدایان ولو اجتمعوا له، گرچه همه جنبش هم که یک مگسی پیدا بکنن نمیتونه، اینقدر قدرت ندارن. هنوز شما اینها را عبادت میکنید. اون پیدا کردن و خلق کردن مگس به جای خود، اون پیشکش، حتی اگر خوراکی جلوی این خدایان گذاشته شده، مگس بیاد اون خوراکیشون را بخورد، اون شیرینی که جلوش هست، اون حلوایی که جلوش هست، نمیتونه جلوی مگس را بگیرد. یعنی به اندازه این که همین مگس را کیش بکند هم توانی نداره. تو چطور این عبادت میکنی؟ خدا با وسیله مثال تفهیم میکنه. و این یسلبهم الذباب شیئا، اگر برو باید از آنها سلب بکند، بردارد از اونها مگس چیزی را، لا یستنقذوه منه، از او پس نمیگیرند. ضعف الطالب والمطلوب، حالا ثابت شد که هم طالب ضعیف است هم مطلوب. طالب او مشرکی است که میره از این نوع معبودان ضعیف میخواد، و مطلوب همین معبود ضعیف است. هم طالبش کسی که او را صدا میزنه ضعیفه، هم خود آقا صاحب ضعیفه. هیچ کدوم از اینها قدرتی ندارند. اگر میخواهی که بخواهی و برآورده بشه، از ذات قوی و عزیز بخواه، چرا از این ضعیف ها میخواهی؟ الله یصطفی من الملائکة رسلا و من الناس، الله انتخاب میکند از ملائکه هم فرستادگانی و همچنین از مردم. یعنی چه؟ اون ملائکه را میفرستد به سوی انبیا. ان الله سمیع بصیر، همانا خداوند هر چیز را شنواست و هر چیز را بیناست، و علم خدا هم محیط به کل شیء است. حتی یعلم ما بین ایدیهم، میداند از جلو یعنی از آینده، و ما خلفهم از گذشته، اون چیزی که پشت سر هست. و الی الله ترجع الامور، فقط و فقط به خدا برمیگردد همه امور، کارها به خدا برمیگردد. ها بله، ما قدر الله حق قدره، اینجا خدای عزوجل ذکر میفرماید، چون قبلا گفت که شما کسانی را عبادت میکنید به اندازه یک مگس و دفع کردن مگس قدرت ندارند. حالا خداوند این مشرکین را سرزنش میکنه که ما قدر الله حق قدره، از خدا قدردانی نکردند، حق قدردانی را. خدا را با یک مخلوقی برابر میدانند. بعضی این ما قدر الله حق قدره را تفسیر میکنند ما عظم الله حق تعظیمه، یعنی اینها خدای تعالی را تعظیم نمی کنند اونطور که حق تعظیمه. اینها خدا را علیاذ بالله مثل یک انسان میدونند. ان الله لقوی عزیز، همان الله تعالی بسیار قوی هست و غالب هست، مثل این معبودان ضعیف نیست که هرچی از اونها میخواه اونها نتوانند. الله یصطفی من الملائکة رسلا و من الناس، اینجا الله تعالی قدرتش و از آثار قدرتش اینه که هم ملائکه را انتخاب میکند برای پیامهای خودش به سوی انبیا، هم انبیا را انتخاب میکند برای پیامهای الهی به سوی بشر. ان الله سمیع بصیر، در این وسط خدا هر چیز را شنواست و هر چیز را بیناست و علمش هم محیط است. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور، فقط و فقط به خداوند برمیگردد همه امور در دارین، بازگشت همه امور به سوی خداست. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، این الان نتیجه گذشته هست.
ببین در دلایل گذشته ثابت شد که نباید از غیر خدا خواست، نباید برای غیر خدا عبادت کرد. نتیجه اینه که ای مؤمنان شما همه کارهای عبادی را، رکوع را، سجده را، کار خیر را برای خدا انجام بدید، برای غیر خدا انجام ندهید. این اعاده مضمونهای گذشته هست به صورت خلاصه. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، ای مؤمنان فقط برای خدا رکوع کنید، واسجدوا فقط برای خدا سجده کنید، واعبدوا ربکم فقط ربتان را عبادت کنید، وافعلوا الخیر فقط هر کاری که انجام میدید هر خیری برای خدا انجام بدید، لعلکم تفلحون تا رستگار بشید، تا کامیاب بشید. و بعد اگر مانعی جلوی شما هست، مزاحمی هست، ظالمی ستم کنید. در راه الله جهاد کنید. البته اصل جهاد با شمشیر است، ولی معنیش این نیست که بقیه جهادها جهاد نباشند. حالا گاهی موانع را شما با شمشیر دفع نمی کنید، با فعالیت های فرهنگی، با تفهیم مردم، با تبلیغ مردم، با کتاب نوشتن، با مقاله نوشتن، با جلسات توجیهی تشکیل دادن، اینم جهاد است. لذا وجاهدوا فی الله حق جهادی، در راه الله جهاد کنید، کوشش کنید، تلاش کنید حق جهادش را. عرض کنم خدمت شما که اگر به معنای عام بکنیم جهاد را شامل هم جهاد میشه، هم تبلیغ میشه، هم بقیه فعالیت ها میشه و این معنی کامل تر هست. نه مثل بعضی که بالاخره تند بریم بگیم که فقط جهاد منظور تبلیغ است. نه، آیات جهاد را وقتی که میخوانیم اگر مراد تبلیغ بگیریم خب میتونه اونم مراد باشه، نه اینکه اون جهاد اصلی را بگیم اون مراد نیست. پس به این دلیل اول عرض کردم اصل جهاد با چیه؟ با شمشیر، اما بقیه را هم شامل میشه. ملت ابیکم ابراهیم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدای عزوجل در دین برای شما حرج نگذاشته. یعنی چه؟ یعنی ببین مزاج شریعت اینجا در واقع بیان شده. مزاج شریعت اینه که چیزی که قابل برداشت نباشد در شریعت نیست، چیزی که قابل تحمل نباشد، از وسع شما، از توان شما بالاتر باشد، شریعت به شما رو نمیگه. شریعت نگفته شما پول نداری حتما به حج برید، شریعت نگفته که شما اگر پول نداری حتما باید زکات بدید. نه، خداوند در دین حرج نگذاشته. گفته مثلا نماز بخون، اگر نمیتونی نماز ایستاده بخونی، نشسته بخون، اگر نمیتونی غلطیده بخون، اگر نمیتونی رکوع سجده بکنی اشاره بکن، نمیتونی وضو بگیری تیمم بگیر. پس معنی این آیه این هست که در این آیه مزاج اصلی شریعت خدا بیان شده که در شریعت چیزی که قابل برداشت نباشه نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این آیه مثل اون. پس الله می فرماید که مهم اینه، البته این در فروع هست، در اصول نیست. چیزی که قابل برداشت نباشه نیست. ملت ابیکم ابراهیم مهم اینه، البته این در فروع هست، در احکام هست، در اصول نه. در اصول باید اتقوا الله حق تقاته، یعنی ایمان، اعتقاد، باور به صورت کامل باید باشه. لذا ملت ابیکم ابراهیم یعنی الزموا ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون ابراهیم که توحید هست، یکتا پرستی، او را لازم بگیرید. هو سماکم المسلمین، اون ابراهیم شما را نامگذاری کرد. ببین اصل مسلم، اسلام اسمی هست که این را ابراهیم گذاشت. ابراهیم چی گفت وقتی که دعا کرد، خانه کعبه را بنا کرد؟
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بعد فرمود که وابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ها اونجا فرمود امة مسلمة، امة مسلمة که بار الها اینجا یک امت مسلمه پیدا کن در مکه. اون امت مسلمه چی هست؟ اون امت مسلمه همین امت هست. خودشون ابراهیم و اسماعیل برای خودشون هم گفتن وجعلنا مسلمین لک، هر دو ما را دو تا مسلمان، یعنی دو فرد تسلیم شده برای دین تو. پس این نام اسلام را اول کی اساس گذاری کرد؟ ابراهیم. اونجا گفت خدایا من و فرزندم اسماعیل را هم دو فرد تسلیم شده وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک، و از اولاد ما، که اشاره به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون بعد از اسماعیل دیگه پیغمبری اونجا در مکه نیامد تا رسول الله صلی الله علیه وسلم. لذا از اولاد ما یک امتی پیدا کن که مسلمه باشد، تسلیم تو بشه. اون همین امت است. حالا ما را چرا میگن اسلام و مسلم؟ چون کاملا ظاهرا و باطنا تسلیم پروردگار هستیم. همه عبادات ظاهری را هم برای خدا انجام میدیم، دل هم باید به سوی خدا متوجه بشه که اون را میگه اخلاص. اسلام در بعضی معنیش اخلاص است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تسلیم یعنی کامل برای خدا باش. لذا هو سماکم المسلمین، اون شما را نامگذاری که به مسلمان. حالا همونطور که اون نامگذاری کرده کاملا تسلیم خدا بشید در اعتقاد و در عمل. من قبل از نزول قرآن و فی هذا، و همچنین در این قرآن نام شما اسلام هست. لیکون الرسول شهیدا علیکم، تا که فردای قیامت این پیامبر مزکی باشه برای شما، یعنی به نفع شما گواهی بده. و تکونوا شهداء علی الناس، شما گواهانی باشی برای مردم، یعنی برای بقیه مردم شما گواهی بدید که پیامبران حق تبلیغ را ادا کردن. لذا حالا شما چیکار کنید؟ مسلمان باشید. این عبادات مسلمانان است، عبادات بدنی و مالی. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، پس نماز برپا بدارید، زکات بدهید. و اعتصموا بالله، و به خدا شما چی کنید؟ توکل بکنید. هو مولاکم، اون ذاتی هست که مولای شما است، یعنی کارساز حقیقی شما است. و فنعم المولا و نعم النصیر، بهترین کارساز است و بهترین یاور هست. بله، این سوره حج بود. یک چند آیه از سوره مؤمنین، هم ابتدا 10 آیه اولش را میخوانیم.